دوم الا خبردار اینهم این مردما یثنون میپیچانا صدورهم سینه های خدا. مانوش میپیچانا سینه های خدا کینه و کدورت و دشمنی که در مقابل پیغمبر داره ایره در سینه های خود پنهان میکنه میپیچانشه به زعم و گمان خود لیستخفو که پنهان کنه همی دشمنی ها را عداوت منه از الله متعال. این بدبخت ها همی قنر نمیفهمه. الا خبردار این مردم های قدر بیعقل است حین یستغشون ثیابهم در وقتی که یا میپوشانه خود را توسط کالای خود زیر لیاف در چیسته خانه تاریکم کرکورک یا گپ میزنه. یعلم ما یسرون الله میدانن چیزی را که یا پنهان میکنن و ما یعلنون چیزی را که یا اشکارا میکنه. این را چی میکنی؟ انه علیم بذات الصدور الله ذاتی است که علم داره به صاحبان سینه. در این سینه کدام وسوسه کدام اراده کدام فکر که تا و بالا گشته الله او را میدانه. این برنامه و سازش های شما را نمیبینه. تسلی به پیغمبر میده که پیغمبر علیه السلام این سازش ها و کرکورک از یا این جرگه هایش از یا حراسی نداشته باشی که بفهمی. ولا ملا جمع شده بود خیرت است. حالا ما شما تصمیم میگیره همیشه نکنه که تصمیم میگیره. الله میبینه الله میبینه. این جرگه ها فایده نداره. این مزمحل میشه ختم میشه. بله خوبه از ما مقاومت میطلبه. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. دعوتگر درس میده وی اگر دعوت شروع کنم یکی خو مردم در مقابلم سازشا میکنه حتما مرا در کدام دام گیر میکنه. الله برات گفت که در دام یا سازش میکنه الله خبردار غمش نکن. یک نه مردم کلش مخالف میشه نه در موتر بالا میکنه نه در کار روزگار میبره نه در وظیفه از امامت ما امام شده نمیتونه. هر جای برم مردم وابی گفته مرا امامت نمیده تا خو از اون خاطر تولی آرام شوی. و ما من دابة فی الارض نیست یک جنبنده اگر او حیوان است انسان است بگوی کرم است اگر حشره است اگر پرنده است اگر ماهی اگر حیوانات زنده جان دریایی است یا خشکی است فی الارض در روی زمین الا علی الله رزقها مگر بالای الله واجب است او سری خود واجب کرده روزی دادن تمام دابه ها چیزی که جنبش حرکت داره. نه تنها چی رقم روزی داده میتونه روزی را کسی داده میتونه که از حالات و از کیفیت آدم از جای آدم از وقت آدم کلگی خبر باشه که فلانی در فلانی جا است باید رزقش بدم یه روز در کوی سری پغمان هستم. بله و یعلم مستقرها میدانه الله جای بادوباشی تمام دابه ها را و مستودعها در کدام جایی که باز موقتا سفر میکنه انتقال میشه به الله معلوم است. رزقش در موجه داده میشه. تنها دادن چی میگی؟ ای ثبت کلن فی کتاب مبین. ای کلی از این ثبت کرده شده در کتابی که بالکل آشکارا کننده است. این حقایق لوح محفوظ و مولای صاحب رزق تو ثبت است لوح محفوظ. خبر داری نه؟ عقیده داری نه؟ ثبت است. نترس از مردم. نمی مرا امام نمیگیره ولا بدنام شدیم خیرت است. مرا امام نمیگیره. چرا نمیگیره؟ وابی گفته میکشه بکشه. دعوتی تا شروع کن. یک جای برو ترجمه بکن. یک جای رفتم یک مولوی صاحب الله برش اجر بده پیکوڑی میفروخت. پیکوڑه را میفهمی؟ پیکوڑی میفروخت. باز دیدم که بعد از دیگر ترجمه بزرگ به مردم دار. ماشاءالله. ما گفتم آفرین الله برات اجر بده. اینمی قسم بکن. خدا محتاج به اون نکن. برو روز برو کراکاری کو. خو شام که آمدی بچه را بگه چی میکنی که آلی میری در خانه پس خفتن وقت نزدیک است بیا دور بخوریم امیجا یک صفحه قرآن کریم ترجمه میکنیم یک حدیث میخوانیم تو بیان کده برو باز انشاءالله با الله اعتماد بکو که باز هزار طرف چیسته بگوی مردم عذر کنه عذر که بیگی همی پیسه را تو بگوی نه کار ندارم مشکل مال است و میگن نه خیر است بعد نگرفتن گریانم بکنه خفه شو از پیشید که پیسه ما حرام است از او خاطر تو نمیگیری بعد از این معلوم میشه که خیر ما پیسه ما بسیار بد است باز مجبور هستی که بگیری. فهمیدی؟ یا اعتماد سری الله متعال نداره. دعوتگر هراس نداشته باش در امور زندگی. الله متعال خی موضوع را بیان کرد برای از اینکه دعوتگر شجاع باشه
حراسی از یک جانب نداشته باشه، اما در ضمن دلایل بزرگ قدرت الله، علم الله، حکمت الله، تدبیر الله متعال، قیومیت الله، تربیت الله مکمل در یک آیت است. مسئله رزق یک دفعه کمی همینطور فکر بکو. اول فکر بکو امی تو وقتی که تو جنین هستی، طفل هستی در شکم مادر، این رزق تکی مهیا میکنه. کدام ولی، کدام ملک، کدام پیغمبر، کدام بت، کدام آفتاب، کدام مهتاب، کدام معبود دیگه بکو، هیچ کسی نیسته. و چه قسم رزق میده، چه قسم. توسط تلویزیون ها چیسته مخلوق بحری را شما میبینی که الله یک مخلوق چه قسم پیدا کرده، دیگر در مقابلش چه رقم پیدا کرده و چه قسم رزقش از او پوره میشه. مایایی که گوشت خورده یک دم چی میشه؟ گوشت چیسته دهنی از وار در خارش میاره، سر از او چی میکنه؟ بیرون میکنه، دهنی خود واز میگیره. الله متعالی تور پرنده را پیدا کرده که بالایش چی است؟ تیرواری است. میره یکی را در یک کامش میچسبانه، دیگر را در دیگر چیسته علاشش کل جمع کده میره. از دندانی مایی مکمل چیزا را جمع کده میره. الله متعال رزق مقرر کرده. به الله قسم افسوس است علم به صفات الله متعال بسیار کم است. توحید همونطور تکمیل نمیشه، همونطور پوره نمیشه. اما این آیت این مفهوم نداره که رزقم سر الله است قرار یک دده خو کنم. نه، الله متعال وسایل برات داده برای حرکت. چرا که دابه امیر میگه که در حالت چی است؟ بگو جنبش و حرکت است، جنبش و حرکت تو بگو، الله برکت میندازه. خو کدرم تو را نگفته، چرا که دنیا را الله به اسباب وابسته ساخته. اما کوشش کدام اسباب؟ حلال، اسبابی که یقینا پیش الله مرضی باشه. خلاص اگر کسی اسبابی غلط اختیار میکنه بس رزق حرام برش میرسه. مراد از رزق اینجا تنها همین رزق که تربیت جسم ما میشه این نیست، مراد از رزق علم ما است، غیرت، اما چیزی که انسان برش نیاز داره کلش انتظامش کی میکنه؟ بس همین دلیل کافی است. آیا کسی دیگری همین کار کرده میتونه؟ و هو الذی خلق السماوات، الله ذات است عالیه رد میکنه بالای شرک در تصرف کسایی که میگن نه یک جهت دنیا پیش فلان است و فلان قطب است، فلان ابدال است، این گپا را میگه. الله میگه و هو الذی، الله ذات است خلق السماوات والارض، که پیدا کرد آسمان و زمین فی 6 ایام، برابر 6 روزی دنیا، برابر 6 روز خو نبود دو وقت یک، یا فی 6 ایام برابر 6 روزی که در علم الله متعال است که هر قدر است. و کان عرشه علی الماء، بود عرش پروردگار بالای آب. عرش تخت میگه، تخت الله متعال بالای آب بود، زمین و آسمان نبود، لیکن تخت الله سر آب بود. بعد از زمین و آسمان پیدا شده، پس تخت آب هم سر 7 آسمان و زمین است. خب پیدا کرد آسمان و زمینه برای کدام مقصد و غرض؟ دو مقصد و غرض است. یک مقصد که خود بشناسانه بالای مخلوق خود. چرا؟ لحظه تمام نشانهای قدرت الله را تأمل بکنه، ببینه، سوچ بکنه، این زمین ببینه به پهناوریش، رقم عجیب مخلوق الله در زمین است. بوته را میبینی، درخت میبینی، سنگ میبینی، خاک میبینی، چشمه را میبینی، گیاه ها را میبینی، پرنده ها را میبینی، این زمین میبینی. عجایبات الله در اینجا آباد شده، امی بر انسان کفایت میکنه. بله این دلیل بالای علم، حکمت، قدرت الله متعال است مکمل، تدبیر رزقش میکنه. این بری تو دلیل است. آسمانم بری تو دلیل. دوم برای چی؟ دوم ای آسمان و زمین پیدا کرده بری تو مخلوقی که قدر و قیمت پیش الله داری. الله پیدا کرده آسمان و زمین برای تو چی پیدا کرده؟ لیبلوکم، یکی حقیقتی از پیدا کردن آسمان و زمین به این خاطر است که امتحان بکنه، حقیقت واضح بسازه از شما را. ایکم احسن عملا، که کدامتان در عمل بهتر است. نه کی در عمل بهتر است؟ به این خاطر زمین و آسمان پیدا شده به خاطر ازی که الله بندگان خود آزمایش کنه، حقیقت امر بنده ها را واضح بسازه که بنده
تو مستحق جنت هستی چرا اینی سختی ها را تیر کردی، تو مستحق جهنم هستی چرا اینی ترکار بود. معیار برای محبوبیت پیش الله متعال احسانیت است. احسانیت، احسن عمل. قاضی عیاض رحمه الله میفرما عمل احسن اسوب، اخلصه و اسوبه. احسن عمل امو عمل میگه که خالص باشه و ثواب باشه. خالص چی مانا؟ این کار خاص به خاطر کی انجام داده باشی؟ الله. اسواب کی را میگه؟ بگوی موافق چی؟ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کثرت عمل مطالبه نداره الله متعال که از ما عمل زیاد نفلا را شروع کنیم. عواما را خودیده شما 2 رکعت سنت خلاص نمیکنی، 10 رکعت نفل هم قطی خلاص کرده، باز دست اینی طور بلند کرده، باز این طور میکنه، باز میره. فکر کرده او رکوع و سجده چی رقم است؟ پشت همین کمی خم نمیشه، باز ضربه میشه در زمین. در زمین همین که نول بزنه کلپ تو میگی امو چی است؟ پایکوب. او خورده نمیباشه که بالا شه بطور که پا میکنه. نه، احسن عمله. یقین به الله بکنه که این مخلوق الله را میبینه دل آدم بسیار درد میکنه. دمی یخی دینمی صبحی وضو کرده میباشه، طرف مسجد روان میباشه، ریش یخ زده، مکمل چی شده؟ زنگوله شده. ولی ببینی عبادت چی رقم میکنه، چه قسم نماز میخونه، بسیار دل آدم درد میکنه. محنتی از یار بیبی ولی ثمری از یار بیبی. همه علماست، دمی مساجد است. چرا نمیگه به می مردم؟ چرا می طریقی درستی نماز به مردم بیان نمیکنه؟ خیر، یک گناه نیست. الله معاف کنه، الله ما را به فضل احسان خود معاف کنه. رای خلاصی نداریم، راست برات بگویم. چرا که حالات مردم دیده، این طرف دین دیده، می طرف مردم، و باز هم همینطور آرام فقط در راحت زندگی خود شویم، باز بسیار سخت است. ولا ان قلت انکم لیبلوکم، که شما را امتحان بکنه، حقیقت حالتان معلوم کنه. ایکم احسن عملا، که کدامتان بهتر است در عمل احسن کی انجام میده. ولا ان قلت انکم مبعوثون، اگر تو بگویی پیغمبر علیه السلام برای ازیا که شما زنده کرده میشوید من بعد الموت، پس از مرگ شما زنده شده نیست. پس از مرگ لیقولن الذین کفروا، خامخا میگوید در جواب تو او کسانی که کافر هستند، ان هذا الا سحر مبین، نیست ای مگر سحر مبین است. سحر اینجا به معنی همون سحر نیست. ان هذا نیست ای سخن تو الا سحر باطل است، دروغ است، مبین آشکارا. سحر چیزی باطل میگه، از خاطر اینجا میگه این گپ تو فقط نعوذ بالله با حقایق مسخره کردن. نعوذ بالله. اون مسئله که سرنوشت انسان توسطش جور میشه، بگوی او را چی؟ دروغ پنداشتن از روی جهل، نادانی. عقیده آخرت سرنوشت انسان رو جور میکنه. عقیده آخرت است که ما را در راه مستقیم درست میکنه. عقیده آخرت نباشه به انواع معصیت ها انسان خود ملوث میسازه. اما یگانه چیزی که مانع است عقیده آخرت. اما این بدبخت ها این طور عقیده را میگیره، بگوی مسخره میکنه. چیزی که حقیقت داره او را دروغ میپنداره. ولا این اخرنا عنهم العذاب، بدبخت ها اینقدر احمق است، چند روزی که الله برش مهلت داده از احسان و فضل خود، امیر دلیل بالای نه آمدن عذاب میگیره. امیر دلیل بالای محبوبیت خود به الله میدانه که ما محبوب هستیم، ما دشمن نیستیم. اگه دشمن میبودیم چرا الله ما را هلاک نمیکرد؟ الله اکبر. این بسیار بدبختی است که اگه انسان در صدد ازی باشه که چرا هلاک نمیشم، چرا هلاک نمیشم. الله میفرماید این قدر احمق است. کلی گپ از جهالت پیدا میشه. از چی پیدا میشه؟ ولا این اخرنا عنهم، اگر ما مؤخر بسازیم از یا العذاب، آمدن عذاب، الى امت تا یک مدت معدودت، یک زمانی شمار شده می باشه، یعنی کم می باشه. لیقولن، خامخا میگه در دلیل در استدلال پیش میکنه، ما یحبسو، چی چیزی عذاب از ما بند کرده؟ عذاب چی چیز بند کرده؟ چی میگه؟ بند نشده ی عذاب مگر از روی مهارت ما یا استحقاق ما یا ما محبوب هستیم. الله متعال پیغمبر میگه برشان خبر بده، خبردار یوم یاتیهم، روزی که میایه عذاب، لیس مصروفا عنهم، نیست ای عذاب گردانیده شده از یا، بلکه مستقیم سر از یا میایه. و حاق بهم، پایین میشه بالای از یا ما امو عذاب رکانو که بودن به او عذاب یستهزئون، مسخره میکردن. باز دیده شوا که چطور گپ هستن.
انسان بیچاره 4 روز راحت خدا اینقدر عیاش و مست می باشه که پرسان نکو لیکن خبر نداره. شما میبینه که رقاص در رقص خود میمونه، در بو حالت زناکار در زنای خود میمونه، دزد در دزدی خود میمونه، در بو حالت ها الله برش موقع داده. اینطور نیست. خب زمینه و فرصت برش مساعد کرد برای تفکر، برای به هوش آمدن، برای از اینکه بیدار شوه، برای از اینکه سنجش کنه زندگی خدا، برای از اینکه بفهمه که برای چی آمدم، کدوم طرف روان هستم. اما این انسان بسیار بدبخت و احمق بوده، نعوذ بالله. او را به باد ریشخندی گرفت که پس زنده شده. ولئن اذقنا، حالات عمومی و کلی انسان الله بیان میکنه. انسان کم ظرفیت است، نه تحمل راحت و نعمت الله را داره. زمانی که نعمت و راحت برش میرسه باز پشت کباب زنا بگوه عیش عشرت نینمی خوشگذرانی تیر میشه. بسیار یقینا نموتور است. الله رحم بکنه. یک تعداد مردم به سرحد میرسه. اگر یک کمی تکلیف و سختی برش برسه باز آنقدر شکایات، اینقدر مایوس است تو میگی هیچ تحول در زندگیش باز نمیاد. انسان باید کم ظرفیت نباشه. الله متعال ضعف انسان بیان میکنه در ناحیه چیسته؟ حالات روانی انسان، اعمال اخلاقی انسان که بسیار انسان کم ظرفیتی کم داره، تحمل نمیتونه، نه این طرف تکلیفه نه اون طرف راحته، بلکه در دو حالت دی آدم چی میشه؟ سراسیمه میشه. سخنایی را میگه که بالکل مناسب نیسته، اما بالمقابل مومنای واقعی اتر پر ظرفیت است. نه یاره تکان میده، میهراسانه، یاره خوف و خطرم مواجه نمیسازه، ولو که هر قدر سختی ها سرش میآیه، زیاد. و نه ناز و نعمت ها یاره نعوذ بالله فرعون جور میکنه، بلکه شکر نعمت الله را ادا کرده به کمال تواضع و عاجزی زندگی خود سپری میکنه. ولئن اذقنا الانسان، اگر ما بچشانیم برای انسان منا از طرف خود رحمتا خوشی برشان بیا، خوشحالی بیا، مال منال صحت اولاد ای گپا برش مهیا شوه، ساز و سامان اسباب زندگی. ثم نزعناها منه، پس از او ما بکشیم امین نعمتها را منه از یادم، نعمتها را از یادم بکشیم. نعمت آنقدر سری از آورده بودیم که ایره در نعمت پیچانده بودیم. نزع کشیدن چی؟ لباس هم میگه. یعنی ای آدم از هر ناحیه و طرف مکمل مطمئن شده بود، حالی که یک دم بگیریم انه ای آدم لیئوسن، ای خیلی ناامید است، کفورون بسیار ناشکر ناسپاس است. لیئوسن در زبان خود شکایت شروع میکنه، کفورون چی در دل خود ناامیدی را اظهار میکنه، کفورون آلی دیگه در زبان خود ناشکری ها را شروع میکنه. نمیگه کی خود دنیاست، تحول است، امروز یک رقم سبا دیگر رقم. ولئن اذقناه نعما، اگر بچشانیم، اشاره میکنه در دنیا نعمت چشیدن حیثیت چی را داره؟ چشیدن نداره. دنیا چیست؟ چند روز است و این نعمت ها یقینا چشیدن است. اگر بچشانیم برای از این نعمت ها را، خب بعد ضراء، پس از اینکه تکلیفا برش رسیده بود، آلی دیگه خدا میبازه، غرور پیدا میکنه، نشه میشه، آلی کس مس برش معلوم نمیشه، موتر غر سرت کارت کرده رایست، گلبات میکنه در طرفیت. هیسته؟ اونجا که در خانه بیا 10 بجه است 11 بجه است، نمیگه که همسایه اذیت میشه، هران اتر تیز هران میکنه. الله رحم بکنه دیگه. مستو، پس از او تکلیفایی که برش رسیده بود، لیقولن ذهب السیئات، بجازی که شکر گزاری کنه، از الله راضی باشه، الله را بسیار سپاس گزاری کنه، سینه خدا میزنه میگه رفتی تکلیفا به مهارتی ما، عنی از طرفی ما، این کوششی ما بود، تلاشی ما بود، این طور بود. یک تعداد همی طور است. کسایی که با قرآن حدیث علاقه نداره چی میگه؟ مولوی صاحب بسیار روزگاری ما بد بود، شانه را خم کردم، اینه صاحبی بیلدینگ شدم. نه جناب، نه تو شانه را خم کردم میتونستی نه بیلدینگ میشدی. الله متعال توفیق داده بود. نمیگه که الله سرم رحم کرد. انه لفرح فخور، یقینا مردک بسیار فرح شادمان، تکبر کننده است، خود کلان میتراشه، فخور خود ستاست، دیگه مردم حقیر میشماره، لافی خود میزنه، ما میگیم پپوک میشه، حالی پپوک میشه، این پپوک است. بله. بالمقابل الا الذين صبروا، بجز از کسانی که
کل انسان ها را الله گفته به اینطور است الا الذین، مگر او انسانانی که صبر کردن. صبر چی را میگه؟ در تمام حالات خود کنترل کرد، در حالت فقر، ناداری، زحمت، تکلیف خود کنترل کرد، شکایتان نکرد، نعوذ بالله ناامیدم از رحمت الله نشد، و در حالت راحت و خوشحالی هم خود کنترل کرد، حالی کباب طلب و شراب طلب نشد هر طرف. نه من در دبی زندگی میکنم. وزیرایتان هم کدام تایش همینطور است؟ کدام تا یا چند تا؟ میگه دیگر اوجا میره، در اوجا میره. الا الذين صبروا، بجز از کسانی که از صبر کار گرفتن، خود کنترل کردن، حالت نعمت و مصیبت سری از جا اجنوا تغییر نآورد، و عامل الصالحات، در هر حالت عمل درست انجام داد، یقینا بندگی الله را چی کرد؟ در سر رسان. آدم چی نمیشه؟ اولئک، موصوف به این صفت ها، امی مردم، لهم برایشان در مقابل اعمال نیکش مغفرتون، بخشش است، الله گناه های از یارش شستشوی میکنه، و اجر کبیر، پاداش الله برش چی میکنه؟ طلب میکنه. اجری بزرگ است برشان میده، اجری بزرگه. چرا کی مردم خود نباختن؟ بالکل اگر کدام کوتاهی شده الله معاف کرده و حق الله را ادا کرده، از این خاطر اجر کبیر الله برش میده. الله از این جمله ما و شما را بگردانه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب